اینجا در نزد بعضی طالب علم یک اشکال هست و آن اشکال هم نیست اصلا. میگویند برای چی امام بخاری با جلالت قدرشان و بزرگی علمشان و اینکه کتاب صحیح بخاری بزرگترین کتاب در عالم است بعد قرآن کریم، میگویند برای چی با کتاب توحید شروع نکرد؟ امام بخاری کتاب صحیح بخاری را با کتاب بدء الوحی شروع کردن، آغاز وحی. یعنی وحی چگونه آمد؟ وحی این خبر الله سبحانه و تعالی که به واسطه فرشته جبرائیل علیه السلام به پیغمبرها می آید. آغاز وحی و چگونه وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد با همین کتاب شروع کردن و با کتاب توحید به پایان رسوندن. کتاب توحید در پایان صحیح بخاری هست. برای چی؟ بعضی علما رحمت الله علیهم میگویند که امام بخاری کتابش را با توحید به انتها رسانید، با کلمه توحید و با کتاب توحید به آخر رسانید، با امید اینکه الله سبحانه و تعالی نیز خاتمه حیات او را با توحید به پایان رساند که این آرزوی همه پیغمبرها و میراثخواران پیغمبرها بود. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. حضرت یوسف تن پروردگارا مرا از این دنیا مسلمان میران، یک کار کنیم که از این دنیا مسلمان وفات کنیم. و میترسیدن از گمراه شدن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. پروردگار بعد از اینکه ما را برای راست هدایت کردی ما را گمراه نگردان، علل خصوص در این زمانه شبهات و شهوات. الله سبحانه و تعالی ما را در دین خود استوار و ثابت قدم گرداند و از این دنیا مسلمان و یگانه پرست وفات کردن را الله سبحانه و تعالی نصیب روزی گرداند. با همین نیت گفتن با کتاب توحید به پایان رسانید. و پیغمبر ما نیز 13 ساله که در مکه بودن مردم را به توحید دعوت کردن و آن 10 ساله که در مدینه بودن اگرچه یک مسئله فقهی یک مسئله آداب باشد هم مشتمل توحید بود. حالا انشاءالله در این باره یک صحبت میکنیم که تمام سخنهای پیامبر صلی الله علیه وسلم این توحید بود و تمام سخنهای قرآن هم عبارت از توحید است. بنابراین هیچ جایی اشکال ندارد که امام بخاری برای چی با کتاب توحید شروع نکرد. و اولین حدیث هم حدیث توحید است. انما الاعمال بالنیات. البته نتیجه عملها وابسته بر نیتها هست و پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به این امر کردند که لقنوا موتاکم لا اله الا الله. مرده های خود را تلقین لا اله الا الله گوید. مقصد آنهایی که وقتی مرگشان نزدیک شد در نزد آنها لا اله الا الله لا اله الا الله گوید تا اینکه آنها به خاطر آرند و این کلمه را تلفظ کنند. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در سنن ابو داود آمده است که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشد وارد جنت میگردد. حدیثی صحیح است و در صحیح بخاری با لفظ کسی که لا اله الا الله گوید سپس وفات کند وارد جنت می شود. حدیث ابو ذر است. بعد حدیث ابو ذر رضی الله عنه پرسید یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر دزدی کرده باشد اگر زنا کرده باشد با وارد جنت می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و این زنا و این سرق، اگر زنا کرده باشد هم اگر دزدی کرده باشد هم لیکن آخرین کلامش لا اله الا الله شده باشد وارد بهشت می شود. آخرین کلام لا اله الا الله شود و بگذار چند شبانه روز دیگه سکوت کند، زنده هست، سکوت کرد، چیزی نگفت و وفات کرد، انشاءالله وارد جنت می شود، برای اونکه آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله شدگی است. من حضرت ابوذر تعجب کرد و گفت یا رسول الله و این زنا و این سرق،
اگر زنا کرده باشد، اگر دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که و این زنا و این سرق، زنا کرده باشد دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود. ابوذر باز پرسید و این زنا و این سرق، اگر چی زنا و دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم مراتبه چهارم گفتند که و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر، اگرچه دزدی کرده باشد هم، اگرچه زنا کرده باشد هم، اگرچه ابوذر بینی خود را به خاک مالد، التجا کند که همین آدم به جنت ندر آید، گفته دعا کند هم می در آید گفتند. بعد حضرت ابوذر رضی الله عنه بعد این هر وقتا که همین حدیث را میگفتند که کسی که اگر از این دنیا آخرین کلامش لا اله الا الله شود و سپس از این دنیا وفات کند وارد بهشت میگردد، اگر چنده که ابوذر بینی خود را به خاک مالد هم میگفتند. خلاصه این حدیث دلالت میکند که کسی که آخرین کلامش اگر از این دنیا لا اله الا الله باشد وارد جنت میگردد. الله سبحانه و تعالی این عمل را پیش از مرگ برای ما و شما نصیب روزی گرداند.